خوش آمدید به بخشی که من یک مهمان ورزشکار دارم، یک دختر خانم ورزشکار قهرمان، سرکار خانم بازدار عزیز. سلام به شما، خوش اومدین. سلام، متشکرم از دعوتتون. جا داره که میلاد با سعادت حضرت معصومه و روز دختر رو به تمام دختران سرزمینم تبریک بگم. ما متقابلا به شما تبریک میگیم. متشکرم. خانم بازدار عزیز از قهرمانان وشوی خوب کشورمون هستن. چند سالتونه؟ من 20 سالم. از چند سالگی شروع کردین ورزش رو؟ از 5 سالگی شروع کردم. از 5 سالگی یعنی میشه از 5 سالگی وشو کلاس رفت؟ خب به خاطر اینکه من تو این رشته تو بخش تالوش فعالیت میکنم، بهتره که از سن پایین این رشته شروع بشه. یعنی مثلا چه سنی توصیه میشه؟ از همون 5 سالگی 6 سالگی که این رشته رو شروع کنی. درسته. به صورت حرفه‌ای. دیگه من خدا رو شکر در سن 8 سالگی عضو تیم ملی شدم. چه عالی. متشکرم. و تا الان که